برای خونه خریدن در کشور خودمون باید خارجی رفت در اونجا خود بعد خونه خرید. برای معاش که ما میگیریم در صورتی که ما نسبت به دیگر کارخانه بالاترین معاش میگیریم، اما این کفاف نمیکنه، امکان نداره برای معاش ما خونه خرید. نه شما ببینید وقتی که ما مثلا معاش میگیریم در 15-20 حرکت تمام میشه، امکان نداره که با پولی با معاشی که ما کار میکنیم خونه خرید. اکنون نمیدونم راست میگم، ما نفقه داریم. اول مثال وقتی شوروی ما ارزان بود مثال، حاضر نمیدونم چند قدر. اکنون من میگم که یک خانگی 20,000 2 میلیون میشه سامانی قدری، همین تا 200,000. اکنون 4 خانگی و 5 خانگی سال قیمت داره. اکنون ما وقتی وای خانه خریدگیم وای اتاجا چند 3,500 روبل بود وقتی شروع بود. حاضر اکنون قوتم نمیرسه من. اکنون من نفقه داریم که بچه هم نه حاضر دیتاش عربه کشه خیلی مطر رو راهی میکنه. خونه شخصی دورمو خیلی نرخ کم سر بلندتر های نسبتی پیشینه ده دوره پیشینه خیلی خوب بسته با شرایط های خونه خصوصا از سال گذشته تقریبا موقع فیورال یا مارت خیلی نرخش گرم شد، یکی تورم کرد، نمیدونم دلیلش چی میشه. در صورتی که تمام شهر پر از بیناهای جدید شده بود، بنا مثلا در این صورت باید ارزان میشه، اما برعکس باشگونه شد نرخ. می اکهاز شرایط کاری نداریم، اما آدم استرایکیم صد همه دامو سویکا کار میکنیم شکایت کلاد کار همین زندگی واسه سر بانو کار زمستون و تابستون ده اگر یک کم تر بیودی میکنیم یا رنگ دور میکنیم مقصد بلاکود اپ شوب میخوام. نرخ خونه خیلی آدم پول داره نرمالیش، وقتی آدم پول نداره کمه وجود نداره با پول اینجا قینه سوی خونه شدن نکنه، با پول روسیه باشه 3 سال 4 سال نه سوی خونه میشه. مقصد که اینجا هم کار میکنی که زندگی که پیش میبری، کاری خونه خریدن نمیتونی با پول اینجا. قیمت خیلی آدمی خاکسار را خینه راستی دورانده خیلی آدمی خاکسار استون